درود بینندگان گرامی، طور میدونیم چند ماه است که جهان را پاندمی یا خود کرونا ویروس کووید 19 فرا گرفته است و امروز موضوع محوری سرخط رسانه‌های جهانی این پاندمی کرونا ویروس است و این علاقه جامعه جهان رو به تشویش آورده است. طور میدونیم از طریق رسانه‌های خبری در اکثر کشورهای اروپا علاقه مردم به حیات مقرری برگشتند و کارخانه و مؤسسه ها به فعالیت پرداختند و شدت این بیماری علاقه کاهش یافته ایستاده است. در این ارتباط ما امکان داریم با رهبر مرکز تحقیقات ریاضی فلسفی جهان فیلسوف محمد صدیق افغان از شهر استانبول ترکیه در تماس باشیم. با اندیشه شما کدام عامل ها بیشتر به فوت آدمان باعث می شود؟ سلام احترامات خدمت شما، از طریق شما خدمت تمام مردم بزرگ تاجیکستان. اکثرا مردم از تشویش میموره، اکثرا مردم از گشنگی میموره چون کار خود از دست میتن. اکثر کشورها کارشان استاپ میشه، ما میبینیم که بودجهشان ضرب صفر میشه. مردم بزرگ تاجیکستان هم میگم که تشویش به خاطر نکنین، منتها احتیاط کنین. چیزی که دکترایتان میگه، چیزی که متخصصین صحت عامه‌تان میگه، او را در نظر داشته باشین. هر چیز آدم میترسه اما تشویش نمیکنه. وقتی تشویش کردین، استرس کردین، مقاومت بدنتان پایین میاد، آدم بس تشویش میمونه. با اندیشه شما که فرمولای این ویروس رو کشف کردید، کرونا ویروس کووید 19 چند مدت دیگر دوام میکند؟ پروسه از 6666 ساعت، یعنی ماکسیموم، یعنی 37 هفته و 20 ساعت مینیموم و 39 هفته و 114 ساعت ماکسیموم پروسه امی ویروس ادامه میکنه تا ختم سال 2020. این ختم میشه این پروسه، تشویش نکنیم. امروز زیاده از 80% اخبار جهان که توسط وسایل اخباری عامه و شبکه‌های اجتماعی پهن می‌گردد مسئله پاندمی کووید 19 را در بر می‌گیرد. تشویش آور آن است که اکثر چنین معلومات دقیق و صحیح نبوده، از جهت آماری نیز درست و رسمی نیستند. نتیجه چنین اطلاعات عاقبت به تهلکه افتادن شهروندان می باشد. متاسفانه این روند در همه کشورها به نظر می رسد. شما همچون فیلسوف در این مورد چی اندیشه دارید؟ هر روز تبلیغات است که تبلیغات است میگن اینقدر نفر مرده، دروغ میگن. اینقدر نفر مریض شده، دروغ میگن. اما به خاطر از اینکه در امریکا میگه که زیادتر از در حدود 1.5 میلیون نفر میگن مریض است، 1.5 میلیون بستر از کجا شد، میگن اینقدر مرده، در حالی که بسیاری را در مریضی که بود تاپی کرونا را میزنن میگه آدم مرد. هر دندان درد افشاری میگه کرونا است، اگر ریزش هم کنی میگه کرونا است. این گپای اسم تو تبلیغات است، اما با احتیاط شرط است. اگر دولت محترمتان میگه در خانه بشینین، کمیته صحیتان میگه که ماسک بپوشین، هیچ تشویش نکنین. قابل تشویش نیست، منتها اگر تشویش کنین ریزش هم میکشیتونه. اگر تشویش کنین ناقد از بین میبره. تشویش نکنین، منتها احتیاط کنین. یکی ترس است، آدم ترس داشته باشه. ما هم ترس داریم، هم تشویش. چرا تشویش؟ به خاطر که ما وطن وقایع کرده میتونیم به همین خاطر تشویش نکنین. با اندیشه شما همچون دانشمند اقلیم یا خود تغییرابی اقلیم با پنجشنبه پاندمی کووید 19 چی تاثیر گذاشته میتواند؟ موضوع درجه حرارت موضوعی که ریسفید میگیره، طفل میگیره، ریسفید میگیره. این طفل چون جوانا استرس ندارن، جوانا اگر سرشار هستن از مرگ نمیترسن، آدم تا 40 سالگی مرگ نمیشناسه و این خاطر جوانا تشویش نمیکنه. ریسفیدا تشویش میکنه، از تشویش میکشه. دیگه مطلب است که طفل نمیگیره که فلانی فقط کدام مصاحبه کردن که طفل نمیگیری او را میگیری، باز میگه فلانی ساعت برای فلانی ساعت نبرای. در افغانستان ولی شب کلگی میگرده، روز نمیگرده. قابل تشویش نیست، منتها احتیاط شرط است. ریاضیش هم در دیوال پر است، یعنی سعی چین یعنی تاجیکستان سعی کنیم، تاجیکستان یعنی کار است، یعنی مثلا این سیستم گرافیکش است. یعنی کل دیگه را کار کردیم، یعنی تاریخش از چه وقت کار کردیم، یعنی تاریخش رو برای تو میکشم، این تاریخش رو ببینید، یعنی از میکنیم، یعنی مثلا اینکه از 2013 یعنی 1394 یعنی این کار شده. من خواهد هر چیز به اساس تصاعدهای سیبودی، تصاعدهای هندسی، تصاعدهای الجبری محاسبه میکنم.
тавре медонем имрӯз дар мавриди пандемияи COVID-19 маълумоти бисёр дар расонаҳои ҷаҳонӣ чарх мезанад. Аз миёни иттилооти зиёд ва аз ҳама фарқкунанда барои шаҳрвандон оддӣ дарёфти маълумоти дуруст хеле мушкил аст. Мушкилӣ дар он аст ки коронавирус на танҳо ба ҷисми инсонҳо зарар расонидааст, балки дарёфти хабарҳои бардурӯғ ба ҳолати рӯҳию равонӣ ва тафаккури онҳо низ таъсири манфӣ мерасонад. шумо ҳамчун файласуф дар ин маврид чӣ андеша доред؟ وانا در ایران وانا دیدن که اساس گرافش پایین شده رئیس، در چین والا به طرف صفری رفته رئیس، به طرف اروپا به طرف صفری رفته رئیس. شما همو احتیاط در نظر بگیرین. با شما ایثار سپاس و مینه‌داری بیان میکنیم. در همین حال ما امکان داریم با طبیب تاجیک خوشوقت ایبادلویف که 12 سال باز در ولایت سوردلوفسک فدراسیای روسیه با توابط هموطنان برون مرزی و دیگر خلق و ملت‌های مقیم این کشور مشغولند هم صحبت شویم. شما که همچون طبیبی بیماری‌های درونی و دل و رگ‌ها فعالیت میکنید، میخواستم دایر به آریزه‌های بیماری کرونا ویروس چند سخن میگفتید. شما با کدام واسطه به هموطنان برون مرزی که گرفتار این بیماری شدند کمک میرسونید؟ سلام و درود بی پایان بر شما و بینندگان شما. واقعا سپاسگزار از آن هستم که در این لحظه های حساس که ما دور از وطن قرار داریم ما را فراموش نمیکنید و شرایط مهیا میسازید که تا با هموطنان خود در تاجیکستان با واسطه تلویزیون جهان ما دیدار بینی کنیم. بینندگان عزیز، چخیلی که با همه ما معلوم است طی چند ماه‌های اخیر تمام کوه زمین را بیماری به مانند کووید 19 فرا گرفته است و البته این بیماری ما طبیبان را آرام گذاشته نمیتواند. ما میخواهم چند درباره این بیماری کووید 19 معلومات دهم. برانگیزنده بیماری کووید 19 این ویروسی سرایتی کووید می باشد که اساسا با واسطه هوای قطروی، با واسطه فشردن دست، با واسطه آلات روزگار سرایت می‌یابد. البته پیش از آن که درباره کووید نقل کنم، من 4 نمود یعنی 4 درجه سرایت یابی این بیماری را گفته گذاشتنیم. یکم این درجه به علامتی یا اینکه به سیمتوم نفرم میگن. البته در این حالت که همگی اون 1% را تشکیل میدهد، در این حالت بیمار یگان شکایت ندارد، ولی هنگام تشخیص لابراتوری در آنها گوییم که جواب تشخیص البته مثبت حساب می‌یابد. دوم نمود یا که دوم درجه سرایت یابی این درجه گوییم که سبک میباشد، یعنی که لحظه فرم تیچینه. درجه سبک اون بسیارتر قریب که 80% این بیماری را تشکیل میدهد. اون اساساً قسم بسیاری اهالی با این درجه میگذرد و تمامی گوییم که این بیماران به پورگی صحت مییابند. درجه سیومی این بیماری این درجه میانه میباشد، سردنی استپنتیاژ است و البته این بیماران هم هنگام سرایت یابی اساساً با فشار با تابی بلند، با سلفه خشک یا که سلفه تر، با گوییم که در قفس سینه یا که در تخت پشت، تب لرزه یا دردسری سخت و بیماری بسیار شکایت میکنند. و البته این بیماری ها بیماران را در بیمارخانه ها توابت کرده میشوند و اساساً اونها هم به پورگی شفا مییابند و اونها همگی 15% را تشکیل میدهند. قسمت چهارم این بیماران یعنی که بیمارانی که درجه بیماریشان وزین یا وخیم حساب می شود، اونها همگی 5% را تشکیل میدهند و این بیماران البته در بیمارخانه ها در شعبه های مخصوص و یا که شعبه های احیا توابت مییابند و از 60 تا 70% این بیماران به پورگی شفا مییابند. البته گوییم که هموطنان ما به مثل دیگر شهرهای روسیه در ولایت سوردلوفسک هم بسیار هستند و وقتی که بیماری کووید 19 در روسیه پنهان شد، البته قسمی از همشهری ها گوییم یا اینکه هموطنان ما هم به این بیماری گرفتار شدند و اساساً آنها با ما با واسطه اینترنت، با واسطه مسنجر ها، با واسطه تلفن ها از خانه هایشان در تماس میشن و گوییم که شکایت خود را اصلا با واسطه تلفن با ما ابراز میکنن
و ما حرکت میکنیم که به قدر امکان آنها را البته دستیاری خود را به آنها دراز نماییم. و در اینجا می‌سزد گوییم که قسم اساسی گوییم که هموطنان ما اونهایی که در یک خانه یا که در یک گوییم خوابگاه قسم بسیار آدم زندگی میکنند، البته در آنجا بسیار گرفتار این بیمار دیده می شود و البته وقتی که ما میبینیم که آنها اگر درجه بیماریشان سبک باشد، البته ما یاری خود را در خانه‌هایشان میرسانیم، تعیینات را در خانه‌شان میکنیم. اگر درجه بیماریشان وزنین باشد یا اینکه درجه میانه یا وزنین باشد، البته آنها را با واسطه یاری تجری و بیمارخانه‌ها انتقال داده می شود. البته بیماری کووید 19 در منطقه‌های گوییم روسیه به طور گوناگون پخش شده‌اند و قسم بسیاری آنها اساساً در شهرهای کلان که اهالیشان نسبتاً زیاد یا اینکه بسیار هستند پخش شده‌اند. مثال در شهرهای مسکو، سنت پترزبورگ، پدماسکویه، گوییم در شهر نووسیبیرسک، در سوردلوفسک، در ولایت سوردلوفسک، کراسنویارسک نسبتاً آنها بسیارتر هستند، برای اینکه زیچی اهالی در اینجا بسیارتر هستند. در ولایت سوردلوفسک گوییم اگر این بیماری نسبتاً به دیگر منطقه‌ها کمتر هست، همگی 2450 نفر آدمان به این بیماری گرفتار شدند و قسمی زیاد از 500 نفر علاقه از گوییم معالجه‌گاه یا اینکه از بیمارخانه‌ها جواب شدند و 7 آدمان همگی 2 نفر فوتیدند که این گوییم که نشاناتی خوب میباشد. البته مسئله فهماندهی و پیشگیری این بیماری در ولایت سوردلوفسک به درجه خوب گذاشته شده است و همه روزه بی‌ضررکنی یا اینکه گذراندن دیزینفکسیون ها در تمام کارخانه ها، در کوچه ها، در گوییم که مرکزهای تجارتی به راه مانده شده است و از این جهت گوییم که کارهای فهماندهی خوب گذاشته شده است. در شهر پیروزرسک هم همگی 31 نفر بیماران گوییم که به خط گرفته شدند و همه آنها در بیمارخانه‌های مخصوص طبابت میگیرند و تلفات جانی گوییم به نظر گرفته نشده است و این هم یعنی نشانات‌های خوب حساب می‌یابد. اینچنین گفتن به مورد است که در بیمارخانه‌ها البته چیزهایی که گوییم که انجام‌های محافظتی و پورگی هستند و این امکانیت می‌دهد که طبیبان به یگان ممانعت یا اینکه به یگان ترس و هراس کارهای خود را دوام دهند. از فرصت استفاده برده من از هموطنان خود التماس میکنم که با مقصد پیشگیری نمودن این بیماری البته به قاعده‌های سانیتری گیگینی رعایت نمایند. در جاهایی که آدمانشان نسبتاً بسیار هستند احتیاطکار باشند. البته گوییم که ماسک یا اینکه نقاب را البته به طور دائمی پوشیده گردند. دستهایشان را با صابون در یک روز یک مرتبه باید شسته ایستند. آن ماده های گوییم که دیزینفکسیونی را البته با خود داشته باشند و خصوصا آدمای کلانسال رو التماس میکنیم که از خانه‌شان نبرایند که این بی‌واسطه برای گوییم که گرفتار نشدن به این بیماری یاری کلان میرساند. تشکر. بینندگان گرامی یادآور می‌شویم که ما با خوشبخت ایبادلویف طبیب توجیک از ولایت سوردلوفسک فدراسیای روسیه در ارتباط بودیم. آیا احتمال خروج دوباره کرونا ویروس در ماه‌های آینده وجود دارد و آیا ممکن است که کرونا ویروس کووید 19 چون زکام‌های موسمی تکرار یابد؟ پاسخ این سوال را از دکتر محمد رضا پورکریم، محقق ارشد بخش ویروس شناسی بریتانیای کبیر، همزمان عضو کمیته آمادگی بیماری همگیر کرونا ویروس کووید 19 جویا می‌شویم. این نتیجهش این نیستش که ما با ویروس کرونا خداحافظی کردیم. نه، هیچ چیزی در مورد ویروس کرونا تغییر نکرده. ما نه واکسنی داریم نه دارویی داریم. به هیچ عنوان مدل‌های جدید اپیدمیولوژی نشون میده که ما تا حداقل تا سال 2022 بایستی این سوشیال دیستنسمون رو رعایت بکنیم و از هم فاصله بگیریم. چیزی رو که ما میتونیم انجام بدیم این هستش که ما اون سوشیال دیستنسمون و فاصله های فیزیکیمون رو به شدت رعایت کنیم. از تجمعات که دنس هستن و
توی همدیگه هستن به شدت جلوگیری کنیم، از ماسک استفاده کنیم. به شدت این قضیه موج دوم و سوم مطرح هستش و همه جا، نه تنها در اروپا، امریکا و آسیا، همه جایی که شما بگیرید همه دارن هشدار میدن تا زمانی که ما برای این ویروس واکسن خوبی نداشته باشیم کار دست خودمون رعایت میشه. بهترین کار این هستش که ما حلقه انتقال ویروس رو از افراد مبتلا به افراد سالم جامعه بشکنیم. بهترین کار این هستش که این فاصله فیزیکی رو رعایت بکنیم. 1.5 متر تا 2 متر بهترین فاصله هست. یعنی قطرات تنفسی فرد آلوده رو امکان رسیدنش به فرد سالم کم بکنیم و به قولی از انتقال جلوگیری کنیم. طوری میدونیم چندی پیش علمان آمریکا دارویی رو به نام رمدسیویر کشف کردند و گویا بر ضد کرونا ویروس استفاده می شود. این موضوع رو بیشتر شرح میدادید. چرا اصلا ما قرنطینه رو انتخاب کردیم؟ وقتی یک بیماری در یک جامعه شیوع پیدا میکنه و رفته رفته ابتلاع افراد زیاد میشه و ما مرگ و میرمون هم زیاد میشه، تخت‌های بیمارستانی اشغال خواهد شد و این میره به سمت اینکه ما این تخت‌ها رو اشباع داشته باشیم، خدمات و سرویس مناسبی نتونیم ارائه بدیم به افراد. لذا برای اینکه حلقه انتقال از فرد مبتلا رو به جامعه سالم بشکنیم، بهترین کار این هستش که ما قرنطینه رو پیشه کنیم. ابتداعاً قرنطینه رو پیشه می‌کنیم یا محدودیت‌های رفت و آمدی رو، و ذره ذره با اینکه ابتلاع ما کم میشه و نهایتاً مرگ و میر ما کم میشه، ما شروع میکنیم به اینکه محدودیت‌ها رو ذره ذره برداشتن و آزاد کردن. تشکر زیاد. در ادامه برنامه نیز ما شما رو با خود خواهیم داشت. در همین حال بعضی رسانه‌های خبری جهان اطلاع از آن می‌دهند که گویا در شهر ووهان چین شبانه روز گذشته باز 16 حادثه سیرایابی آدمان با کرونا ویروس کووید 19 واقع گرفته شده است و برای تا چه اندازه حقیقت داشتن این معلومات ها ما امکان داریم با مجتبی ناصری که این زمان در شهر ووهان چین قرار دارند صحبت داشته باشیم. منبع‌ها اطلاع دادند که در شهر ووهان چین حیات به مجرای مقرری خود برگشته است و مرحله به مرحله مرکزهای سودا، مؤسسه‌های تندرستی، مؤسسه‌های تعلیمی و دیگر انشاءات‌ها با فعالیت شروع می‌کنند و شما که این زمان در شهر ووهان چین قرار دارید و به واسطه شاهدی حال هستید، با بینندگان ما میگفتید که این شب و روزها شهر ووهان چین چه حال و هوا دارد و مردم در کدام روحیه قرار دارند؟ ابتدا تشکر میکنم از تلویزیون جهان نما کشور تاجیکستان. دولت چین از همان ابتدای شیوع ویروس کرونا تدابیر احتیاطی را به صورت جدی روی دست گرفت. یعنی ترافیک شهر ووهان را متوقف نمود، تمام پروازهای هوایی، خط ریل و ترانسپورت شهری را به صورت کل بر روی مردم محدود کرد و بعد از 2 هفته اول تمام شهر را به صورت جدی قرنطین نمود و 11 میلیون نفوذ شهر ووهان در خانه‌های خود ماندند تا از این طریق بتوانند جلو گسترش و تلفات مردم را بگیرند. هر کشور که میخواهد که این ویروس به زودی از کشورش از بین برده شود، پاک شود، محو شود، یک کار عمده و مهم را باید انجام بدهد. آن این است که قرنطین به صورت جدی عملی شود، یعنی مردم در خانه های خود بمانند، بنان به هر اندازه‌ای که مردم آن جامعه ویروس کرونا را جدی گرفته و نکات جلوگیری شیوع ویروس را عملی نمایند، با همان اندازه این ویروس در آن جامعه به زودی تمام و صفر می شود. مردم کشور چین هوشیار، با فرهنگ و تحصیل یافته هستند و همه مسائل زندگی را از دید علمی پیش می برند و همین سبب شده تا نقش مردم با دولت فعال باشد. همه شهروندان دست به دست هم داده و به هر یک از توصیه های صحی که از سوی مرکز جلوگیری ویروس کرونا داده می شد توجه کردند و آن را جدی گرفتند و عملی نمودند و همچنان سرمایه‌داران چینی و دولت چین کمک‌های مالی و غذایی را به صورت جدی و منظم در پیش گرفتند تا مردم از خانه‌های خود بیرون نروند و همین باعث شد تا دولت چین این ویروس را مهار سازد. مهمان گرامی، برای یک معلومات مفصل و برای یک شرح وسیع دایر به این موضوع داغ ویروس
با شما ایثار سپاس و میناداری بیان میکنیم و سپاس از آن میکنیم که شما وقت پیدا نمودید و با ما در ارتباط شدید. بینندگان گرامی، برنامه‌های دیگری تلویزیون جهاننما ادامه دارند و ما هر لحظه از تازه ترین خبر و رویدادهای جهان از جمله رویدادی که امروز در سرخط رسانه‌های جهان قرار دارد، این پاندمیای کرونا ویروس کووید 19 است، معلوماتی بیشتر و بیشتر را به شما خواهیم رساند و شما نیز بینندگان گرامی همیشه پیگیری برنامه‌های شبکه اطلاعاتی جهاننما باشید.